دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما علت تنبلی شاگردان. قبل از یافتن پاسخ در مورد چگونگی برخورد با شاگرد تنبل، لازم است به بررسی علت تنبلی و ضعیف بودن شاگردان بپردازیم. عدم آشنایی با وظایف، عدم انگیزه، اختلال در یادگیری، راهکارها برای تشویق شاگرد تنبل به درس خواندن. یکی از راهکارهایی که برای چگونگی برخورد با شاگرد تنبل و ضعیف وجود دارد، استفاده از فناوری‌های مختلف برای جذاب‌تر شدن محیط صنف است. مطمئناً تشویق شاگردان تنبل به درس خواندن در صنف‌های خسته کننده ممکن نیست. استادان باید تلاش کنند تا شاگردان به مطالب درسی جذب شوند. هرچه شاگرد بیشتر از صنف لذت ببرد، علاقه بیشتر به انجام وظایف تحصیلی خود پیدا می کند. در ادامه چند روش برای جذاب‌تر شدن صنف درسی وجود دارد. برای درس‌های علمی از حشرات، حیوانات، گیاهان و غیره استفاده کنید. آزمایش‌های مختلف برای درس علوم انجام دهید. به شاگردان اجازه دهید در صنف و بحث در مورد مفاهیم درسی بپردازند. چگونه شاگردان تنبل و ضعیف را به شاگردان لایق و قوی تبدیل کنیم؟ به نقاط قوت و ضعف هر یک از شاگردان خود توجه کنید و به نقاط قوت آنها پاداش داده و نقاط ضعف آنها را کاهش دهید. اطمینان حاصل کنید که شاگردان قادر به درک ارتباط مباحث درسی با محیط اطرافشان هستند. در رفتار با شاگردان تنبل آنها را تشویق کنید تا نظرات خود را بیان کنند، حتی اگر نادرست باشد، چرا که شما هرگز نمی‌دانید که شاگردان کدام مبحث را به خوبی درک نکردند، مگر اینکه از آنها سوال بپرسید. زمانی که احساس کردید شاگردان خسته شدند و درک مطالب برای آنها ممکن نیست، در حدود 15 تا 20 دقیقه به آنها زمان استراحت بدهید. چگونگی برخورد با شاگردان تنبل یکی از چالش‌هایی است که استادان در سالهای تدریس خود بارها با آن روبرو می‌شوند. اما یکی از اشتباهات رایج برچسب زدن به شاگردان و خارج کردن آنها از صنف درسی است، چرا که این رفتار نادرست در روند تحصیلی و آینده شاگردان تاثیر بسزایی می‌گذارد. استادان گرامی، معذب هستند بعد از شناسایی شاگردان تنبل و ضعیف به ارزیابی شاگردان پرداخته و علت تنبلی آنها را پیدا کنند. بعد از آن که علت ضعف شاگردان در مباحث درسی مشخص شد، استاد به همراه والدین باید به دنبال راهکارهای برای رفتار با شاگردان تنبل باشند. دوستای عزیز، این بود خلاصه از علتهای تنبلی شاگردان و عوامل مؤثر برای استادان گرامی تا شاگردان تنبل خود را به شاگردان لایق و قوی تبدیل کنند. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. اوقات خوب و خوش.